رفیق تا حالا شده حس کنی یه جای پول گنده خوابیده و فقط تو میتونی نگاش کنی؟ مثلا میری بازار میبینی قیمت ها همه رفته بالا، ولی خب یه عده‌ای هستن که تو همین بازار مالی یه جوری کار میکنن که طی یه ماه به اندازه چند سالشون در میارن. پیش خودت فکر میکنی داداش اینا چجوری دارن کار میکنن، چجوری دارن پول در میارن؟ خب سوال اینجاست که واقعا یا تو به درد همین بازار میخوری یا نه وقت تلف کردنه. خب اگه میخوای شروع کنی باید یه سری چیزا رو یاد بگیری. باید اول اینجا تو رشد بدی، اینجا تو آماده کنی که بفهمونی بهش که اینجا قمارخونه نیست و قرار نیست تو یه شب پولدار بشی. اگه واقعا راه و بلد باشی خب به راحتی میتونی پولای قشنگی رو در بیاری. ببین بحث بازار مالی اینه که واقعا نباید هیجانی رفتار کرد، باید بتونی احساساتتو کنترل کنی و تو همین بازار باید بتونی خوب پولاتو مدیریت کنی و یاد بگیری توی زندگی شخصیت پولاتو مدیریت کنی. تو که نمیتونی توی زندگی شخصیت یه جا پولاتو خرج کنی، پس باید اینو یاد بگیری. وقتی اینو یاد گرفتی بهت قول میدم تو همین بازار مالی، چه فارکس، چه بازار ارزهای دیجیتال یا هر بازار دیگه‌ای که فکر میکنی شروعش خوبه، میتونی به راحتی کسب درآمد کنی. ولی خب اینا لازمه یه پیش نیازی داشته باشن. باید پایه قانون اصلی بازار مالی رو بلد باشی. ببین توی اینستا، توی یوتیوب یه سری حرفا رو میزنن، سیگنال میدن، فلان میکنن، اینا رو میکنن، ولی باور نکنید، خواهش میکنم به حرف اینا اعتماد نکنید. تنها کسی که میتونه کمکت کنه خودتی. من اینجا نه پکیجی دارم بفروشم نه سیگنالی دارم بدم، واسه خودم من کار میکنم. چندین بار حسابم رو شارژ کردم، چندین بارم مارجین کال شدم و شکر خدا بعد از تجربیات تلخ تونستم یه سری نکات ریز رو پیدا کنم توی بازار که خیلی کمک کننده است، که به راحتی میتونی کنار تحلیلات اینو استفاده کنی. ببین مدیریت سرمایه خیلی مهمه توی زندگی ما. اصلا بحث بازار رو بذار کنار. وقتی توی زندگی شخصیت مدیریت سرمایه رو یاد بگیری و بتونی پولاتو جوری مدیریت کنی که واقعا از پس هر چیز، هر چالشی که روبروت بر بیای، خیلی کمک کننده است. بحث بازار اینه که مثلا یه سریا میان توی این بازار بزرگ کار میکنن و زود هم خارج میشن. میدین مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که هیچ استمراری توش نیست. این بازار مالی مثل باشگاه بدنسازی میمونه. مثلا تو میخوای بری مثلا یه بدن رو فرم بدی، یه عضله درست کنی، ولی خب این عضله، این بدن فرم شده توی یه هفته، یه روز و 2 روز و 3 روز و یه ماه اتفاق نمیافته. خب این باید هر روز، هر هفته، هر ماه تو تمرین کنی و استمرار کامل رو داشته باشی و روی هدفات زوم کنی، باورات و باور داشته باشی که بتونی طی 1 سال 2 سال این بدن رو رشد بدی. بازار مالی هم همینه، چیز دیگه هم ازت نمیخواد، فقط یه ذره صبر ازت میخواد، یه استمرار خوب ازت میخواد و یه تمرین هایی که هر روز یا هفته باید انجام بدی رو ازت میخواد. ببین تحلیل مهمه در حد چند درصد، ولی بقیه درصدها برمیگرده به خودت. 98% خودتی، 2% برمیگرده به تحلیل تکنیکال، نمیدونم پرکسیشن، فاندامنتال، فلان و این و اونه. و یعنی خب کاری نداره توی بازار مالی 4 تا رقم و ارقامه که میتونی تشخیص بدی نسبت به حجمش، نسبت به اتفاقایی که میفته توی این بازار، که تو بدونی راحت پولتو در بیاری. ولی این که بتونی اون پولو مدیریت کنی و بهش افزایش بدی و رشدش بدی خیلی سخته. این دیگه برمیگرده به خود. خواهش میکنم الان این کلیپو داری میبینی، اینو از من یه نصیحت بگیر. خب از هیچکی پکیج نخر، از هیچکی هم سیگنال نگیر، چون وقتی یاد بگیری از کسی سیگنال بگیری 2 روز دیگه نمیتونی خودت کار کنی. مهم اینه که تو بتونی خودت راهشو یاد بگیری. وقتی راهشو یاد بگیری بهت قول میدم، حالا شاید یه خورده زمان ببره، ولی طی 1 سال 2 سال به درآمدهایی میرسی که خودت باورت نمیشه.
ببین توی این بازار مهم نیست تو چقدر در میاری، مهم اینه که راهتو درست بری. وقتی کم کم شروع میکنی به درست کردن راههای کوچیک، مطمئن باش بعد از 1-2 سال راهات بزرگتر میشن. عذرخواهی میکنم دوستان، چون من تو مغازه هستم مجبور شدم قطع کنم. نمیخواستم اینجا این کلیپو بگیرم ولی خب دیگه شد. خب حرف آخرم اینه که اگه واقعا میخوای استارت بزنی و تازه شروع کردی یا قبلا شروع کردی به نتیجه نرسیدی، من اینجا میتونم کمکت کنم که اون یه سری چالش ها رو هست که کنار بذاری و بعدش به موفقیتی کم کم برسی. خب بهت کمک میکنم. بیا تو کامنت ها بهم بگو که از کجا مشکل داری، کجا ضعیفی، کجا میخوای رشد بدی خودتو. من اینو بهت میگم، رازشو بهت میگم، به خدا میگم، اینم دلی دارم بهت میگم که اگه به حرفام گوش بدی، با اون چیزی که من بهت میگم جلو بری، نمیخوام از من الگو برداری کنی، میخوام حرفایی که میزنم رو به خوبی گوش بدی، درک کنی که منظور من از این حرفا چیه. بازار مالی بزرگه، پر از نهنگه، پر از اتفاقای خوب و شیرین، تلخه، بده، هر جور که تو فکر میکنی هستش. بازار مالی بازار بزرگیه دوستان. اگه واقعا خودتو رشد ندی، اینجا تو دیدگاهتو عوض نکنی، مطمئن باش شکست میخوری و اون چیزی رو که میخوای رو نمیتونی مدیریت کنی. تو کلیپ های بعد بهت کم کم میگم که باید چی کار کنی. اگه مشکلی داری تو کامنت برام بنویس، مطمئن باش دلی جوابتو میدم. من اینجا هیچ سیگنالی ندارم بدم، هیچ پکیجی هم ندارم بفروشم. تو همین کلیپ ها همون نکات ریز و درشت رو بهت میگم که به راحتی بتونی توی بازار مالی استفاده کنی و حتی توی زندگی شخصیت هم مفید باشه. خیلی دوستتون دارم. امیدوارم که هر جا هستی داری این کلیپ رو میبینی موفق و معین باشی. دوست منی واقعا. دوست ندارم شکستتو ببینم، دوست دارم کنار خودم با هم دیگه رشد کنیم و از سودامون لذت ببریم. مطمئنم میشه، مطمئنم میتونی. عزت زیاد.